بچه ها خوش اومدید به ویدیوی جدید کانال ما. بچه ها از اونجایی که تابنیل رو دیدید و صفحه اصلی بازی، معلومه که من قراره شلوار هری رو بگیرم. خب بچه ها دیگه من حرفی نزنم، فقط قبلش این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، یه کامنت انگلیسی، ژاپنی، فارسی هم بذارید و بنویسید next level عشقی. بچه ها یالا اینو ارفاق بگیرید. این قسمت چیزا 4 کام شارژ کردم، 800 تا شیتیل داد. خب اول ببینیم چی ها داره. این کفش برزیلی میگن، کفش یوتیوبری میگن، نمیدونم اینو داره. این کفشه که تا حالا من تو عمرم ندیدم و دارم. این شلوار هیچ هم دانلود نداره. این شلوار آبی قرمز رو داره، پاسوریه. این پلیوره قشنگه، شلوار هری. و دیگه اولین این پیرن که میشه، یعنی فکر کنم اصلی ترین آیتم این سایت. خب بچه ها این هفته هم گارنا ترکونده سایت جارزا آورده، ولی من آمده بودم سایت خفن رو برای شما بگیرن. ویدیو ست گویا هم ضبط کردم، متاسفانه یوتیوب برای آپلودش اجازه نمیده، نمیدونم. خب بریم برای ادامه ویدیو. خب با اولین اسم تکی شروع میکنیم، میزنیم به نام خدا. ترداد. اسپین بعدی رو تکی اسکیپ میکنیم، دوباره ترداد. حالا یه 10 تایی شروع میکنیم، اولین 10 تایی رو میزنیم و بسوزد زندان سوخت جگرم. واقعا این چی نداده، هیچی. اول ویدیو بچه 4808 تا جمع داشتیم، 80 تا نمیدونم. کنم آخر ویدیو دیگه چی نمونه. بریم برای 10 تای دوممون. خب بابا بنازم کفش دادا، ولی همینم راضی هم که با دومین 10 تایی یکی آیتم های اصلی رو برام داد. کفشش اسم میکنم بالانسیاگا. خب میریم برای اسپین 10 تای بعدی. بابا پشمام برگام، اصلا این شانس میگم، این سایت شانسش عالیه اصلا. بچه اگه جمع دارید حتما برای این سایت بزنید. من که تا الان راضی بودم به رضای خدا. این کفش یوتیوبری برزیلی اصلی هم داد، اینم قبل داشتم. میریم برای 10 تای بعدی دیگه. بچه آیتم های اصلی گردونه چه همین صورتیه، بنفشه، چی از همینان. طلایی هم نداره دیگه، همین بنفشه. نمیدونم اپیک میگن چی میگن همینا. اگه بیاد دیگه اپیک هم خدا رو شکر توی باکس ها زیاد هست. اپیک بیاد تعجبی نداره، شاید بین اون اپیک ها مثل این 2 دفعه شانسی داشته باشیم یه چیزی بده. خب اسپین 10 تای بعدی رو میزنیم و تریزاد درخواست نده. یه دقیقه ببندم. میمونم یکم روانیم، فکر نکنید به اون میمونه. خب بینیم برای 10 تای بعدی. تا اینجا کارت خوب بوده.
بعدی بدون معطلی میزنم، صبر نمی کنم، هیچی نداد. بعدی حتما توی این یه چیزی میده، من دارم میگم شلوار چی بابا ناموسن این چیه دادا، یعنی من نیازیم خونیم ولی یه کار زدم برای چی بریم برای اسمین بعدی. وای اشارم افتاد. یه بار نگفت تا برات داریم، حال دادیم برات دیگه بسته. بچه رو فشارم و هریو اگه نده واقعا ویدیو خوبی نمیشه. وای بچه ها واقعا هیچی نمیده. بده دیگه بابا، اعصاب ما رو خورد کردیم. این باک پیلتی پیتی ها بزنیم، یه گلد رویال یه قسمت توی اینا یه دهتا اسکیپ میکنیم. خب بچه ها بعد از ترهای متوالی یک تر دیگه هم میده. واقعا اصلا چیه؟ تو شلوار هری رو میخوام، یه چیزونه خود شلوار هری باش. شلوار هری بود بابا، بنازم بابا دیم بود داداش. این اسکرین داره، یه اسکرین هم بگیریم و خلاصه. ما آیتمی که میخواستیم و از توی این کشیدیم بیرون. بچه ها دیگه این ویدیو ارزش ادامه دادن نداره. ما شلوار هریمون رو گرفتیم، ما فقط برای شلوار هریمون دادیم. حالا نمیدونم برای اینا هم اسپین بزنم یا همینو برم یه راست جوکر رو بزنم. نظرتون رو بچه ها؟ جوکر هم بزنیم؟ حالا من که نظرمه بچه ها بریم برای گرفتن جوکر هم قبل یه چند تایی براش زده بودیم، این هم بعدیاش. خب یه 179 تایی برای چیز جوکر نداد، ترداد، خیلی باش میدیم. بعدی برای جوکر من دوست دارم جوکر اولیه بوده، این خیلی دوستش دارم. بابا بده دیگه، میخوام اینا رو تکی بزنم. خب بچه ها الان میخوام جادو کنم. الان یکی این ستا رو برام میده، نگاه. بی بینگ بانگ. بابا بنازم 3 تا جوکر مردونه اینم داد. اینم یه اسکرین داره. چه جالب بود. به نظرتون رو بچه ها بزنیم بگیریمش؟ من که این 2 تا جوکر رو دارم اونو نزنم بزنم دو بشکم، میترسم زنونه رو بده. اینم نگرفتیم آخه، هیچی شو. اینم یه چند تا چیز خوبم نداره بزنیم، ولی ما این لنسشو داریم، نمیم اینو داریم. بچه ها اصلا میایید دیگه این چیزایی جدید رو میبینه. ولی بچه ها من برای اینم اسپین زده بودم، همینطور با جمعه بنفشم این 3 تا زنونه رو داد. نظری ندارم که خوشگله اینا، ولی این 3 تا مردونه خیلی قشنگه که هم زنونه میشن. مردونه پیرنش عالیه، ماسکش عالیه، بقیه جاش هم ریده.
اینم نظر ما بهترین ست این گردون. بچه نمیدونم الان نظرتون رو بزنیم برای این ستا رو به یه دونش رو بگیریم یا بزنیم برای سایت جوکر. نمیدونم روزا در 26 در 15 16 هرکی میگه در نیست در 18 در 20 افتاد جوکر. خب افتاد جوکر رو خلاصه بگیریمش دیگه. ما زدیم و افتاد جوکر دیگه، بقیه رو خودش بره. اگه جوکر مردونه رو بده یا این لابلاها زنونه رو بده من خیلی خوشحال میشم. یه اسکیپ 10 تای یه 10 تای دی اسکیپ، یه 10 تای دی اسکیپ، یه 10 تای دی اسکیپ، یه 10 تای دی اسکیپ. بچه‌ها یه 10 تای دی اسکیپ. وای زنونه رو داد ولی باز همینم خوبه، همینم خوب، ناشکری نمی کنیم. حالا بیایم اینا رو برای این بزنیم ببینیم چی میده. هیچی نداره دیگه. بریم ببینیم چی برای ما داده. اولم اینجا ببینیم. خب اولم اینجا ست زنونه اینو باز میکنیم. پیرنش خوبه، شلوارش زشته، کفشش زشتن، کلش هم میشه یه جورایی میشه تحملش کنی. حالا بد نیست. آلوک داداش چی گوه سو. خب این ست جوکرمون که عالیه. بچه گوش کنید. شیگاوره سو. خب حالا بریم برای چیز بعدی که من خیلی اینو میخواستم. شلوار هریو داد، کفش برزیلیو داد، کفش بالانسیگو هم داد. بابا دیگه چی میخوای تو از این سایت ها؟ من موندم. داد دیگه چی میخوای از این سایت ها؟ من موندم. زیاده رو بیشدیم نگاه ما دادا. من خود اینا الان گرفتم یه ست بزنم شیف کنیم. شیف بابا بنازم به این میگن ست. نه یکم پیرنش جلیدی. این باشه یا نباشه. بریم ببینیم. چیز خاصی رو حکم ندارم ولی خوب همه خوبه. اینم خب بچه ها اومدیم این ویدیو شلوار هریو بگیریم گرفتیم. بغلش گفتیم یه دستی هم برسونیم به جوکر که این جوکر هم گرفتیم. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. از این نوع ویدیو بچه حتما حمایت کنید منو تا براتون بیشتر از این ویدیو خرج کردنی بذارم یا گیم پلی. و همین بچه ها این ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی، ژاپنی، فارسی فراموش نشه. نکست لول عشقی تو کامنت ها و کانال ما هم سابسکرایب کنید. و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. پیس.